در اینجا میخوایم حالتی رو بررسی کنیم که معادله ریشه مضاعف داشته باشه. معادله ریشه مضاعف داشته باشه. خب یعنی چی؟ یعنی از معادله مفسر فقط یه جواب در میاد. خب یعنی چی؟ پس من یه جواب رو دارم، حالا یه جواب دومم پیدا کنم که با اون جواب بتونم چیکار کنم؟ یه دونه به اصطلاح ترکیب خطی پیدا کنم و بگم که این جواب عمومیه دیگه. حالا نگاه کن. ال ای به توان آر ایکس رو تشکیل میدم دیگه، نه؟ چون ریشه معادله هست، آرم ریشه مضاعف اون معادله است، پس اگه جا دیدی همچین رابطه ای به دست میاد. به عبارت دیگه میشه آ ای به توان آر در آر منهای آر یک به توان دو، چون آر یک ریشه مضاعفه دیگه، پس آر منهای آر یک به توان دو میشه. حالا میایم از این رابطه، از اینجا تا اینجا، از اینا نسبت به آر مشتق بگیم. دقت بکنید که نسبت به آر میخوایم روند آر بگیریم، میخوایم روند به روند آر بگیریم. وقتی بگیریم سمت چپ میشه باز، چون میدین مشتق گیری روی عملگر خطی وارد میشه، میره تو، پس میشه عملگر خطی مشتق. حالا مشتق ای به توان آر ایکس میشه نسبت به آر میشه ایکس ای به توان آر ایکس. و سمت راستم که آ ای به توان آر ایکس مشتق بگیریم میشه مشتق اولی در دومی، بله مشتق دومی در اولی، مشتق اولی در دومی میشه آ ایکس ای به توان آر ایکس در آر منهای آر یک به توان دو، و مشتق به اصطلاح سمت بعدیش یعنی یعنی آر منهای آر یک به توان دو هم مشتق میشه دو آ ای به توان آر ایکس در آر منهای آر یک. توی این رابطه قرار شد آر رو بذاریم آر یک دیگه، گفتیم آرمون آر یک دیگه، تو اینجا آر یک قرار داد. پس در واقع میشه عملگر یا به اصطلاح ال ایکس ای به توان آر یک ایکس شده صفر، یا در واقع جواب ما، جواب دوم ما که همین هست، دو هم شده ایکس ای به توان آر ایکس. یعنی عملگر خطیمون این ایکس ای به توان آر یک ایکس هم توش صدق میکنه، پس اینم یه جوابه. پس شد وقتی که میگیم ال ایکس ای به توان آر یک ایکس مساوی صفر، یعنی ایکس ای به توان آر یک ایکس هم توی معادلمون صدق میکنه و یکی از جواب هاست. و به نتیجه جواب دومون هم خواهد شد چی؟ ایکس ای به توان آر یک ایکس. اما نسبت به جواب اول که اولی هم بود ای به توان آر یک ایکس، بعدیه که اونم مستقله، چون این ضریب ایکس داره دیگه، اگه به هم تقسیمشون کنید تابع از ایکس میشه و اینها ضریبی از هم دیگه نیستن، در نتیجه اینها رو میگن مستقلن، یعنی یه ترکیب خطی از اینا میشه جواب معادله. به عبارت دیگه جواب عمومی معادلمون خواهد شد 3-1 ای به توان آر یک ایکس به علاوه 3-2 ایکس ای به توان آر یک ایکس. این میشه در واقع جواب عمومی این معادله وقتی که ریشمون مضاعف باشه. ما تا اینجا پس حالتهایی که معادله مفسر ما دو ریشه حقیقی متمایز داشتن و ریشه مضاعف داشت و یاد گرفتیم. میخوایم حالا بریم حالتی رو یاد بگیریم که معادله مفسرمون ریشه مختلط داره، یا به عبارت دیگه ریشه حقیقی ندارد. ریشه مختلط یعنی چی؟ ببینید. پس ریشه های مختلط ما به این صورت هستن، یعنی لاندا به علاوه منهای مو آی. شما میدونید که جوابای معادله و جواب معادله مثلا درجی رو باید حتما مزدوج جمع باشن. به عبارت دیگه لاندا به علاوه مو آی اگه جواب هست، لاندا منهای مو آی هم جواب باشد. خب در نتیجه جواب ما چه شکلیه؟
3 ای به توان لامدا به علاوه مو آی در ایکس به علاوه 3 ای به توان لامدا منهای مو آی در ایکس. خب بدیه دیگه. بعضیا این شکلی انتخاب میکنن، اما بعضیا چون میگن عدد مختلف توشه دلشون نمیخواد، میخوان جواب پیدا کنن که موهومی نباشه توش، جواب حقیقی پیدا کنن. میان باز دوباره چیکار میکنن؟ ترکیب خطی تقسیم شو اسمش میذارن y1، چون میدونید هر کدوم از اینا جوابن، جمعشون تقسیم 2 هم جوابه، تفاضلشون تقسیم 2 آی هم جوابه. اینا گفتیم که هم مجموع هم تفاضل یعنی ترکیب خطیشون و مضربی از اونا همه جوابن. پس هم y1 جوابه هم y2 جوابه. اما y1 میشه در واقع کوسینوس و y2 هم میشه سینوس. به عبارت دیگه نهایی ما هست y1 مساویه با ای به توان لامدا x کوسینوس مو x و y2 ای به توان لامدا x سینوس مو x. و بالاخره جواب نهاییمون هم که چون اینا جواب اساسی هستن میشه ترکیب خطی از این دو جواب. 3-1 اولی به اضافه 3-2 در دومی. 3-1 y1 به علاوه 3-2 y2 میشه جواب عمومیه. حالا شما به عنوان تمرین میتونید چیکار کنید؟ چونم رانسکی این دو جوابو پیدا کنید، ببینید که مخالف صفر یعنی استقلال هم دارن، یعنی سینوس مو x و کوسینوس مو x حتما مستقلن. بعدیه دیگه وقتی به هم تقسیم کنید میشه تانژانت مو x که تابع از x خواهد بود و ثابت نیست. خب یه نکته رو تو این قضیه میخوایم خدمتتون بگیم. قضیه دقت بکنید، میخوایم بگیم که اگه پی x و کیو x که ضریبای معادله اصلی ما بودن، یادتونه دیگه معادله مرتبه 2، معادله 2 اگه صورتش یادتون بیاد تو قسمت قبل در واقع به جای آ و ب و س پی x و کیو x و آر x بودن. خب اگر این شکلی باشد در واقع داریم پی x y زگوند به علاوه پی x y پریم به علاوه کیو x y مساوی 0. یعنی اگه پی x و کیو x که ضریب این دوتا هستن، ضریب y پریم و y هستن، توابع پیوسته حقیقی باشند تو بازه آی، اون وقت اگر یو به علاوه آی و جواب معادله باشه، حتما اجزای موهومی و حقیقیش یعنی چی؟ یعنی یو و و هم جواب همین معادله خواهد بود، هر کدوم به تنهایی. یعنی چی؟ نگاه کنید، میگیم خب در واقع اگه یو به علاوه آی و رو توی ال قرار بدیم، توی معادله در واقع معادله مشتقاش در واقع اپراتوریش قرار بدیم صفر بشه، یعنی در واقع یو به علاوه آی و توی معادله دیفرانسیل صفر کند. خب چون ترکیب خطی رو ال میتونه وارد شه، پس میشه ال یو به علاوه آی ال و مساوی 0. و از اینجا چون دو تا قسمت حقیقی و موهومی هستند، میدونید یه عدد مختلف وقتی صفره که هم قسمت حقیقی صفر باشه هم قسمت موهومی صفر باشه. در نتیجه هم ال یو صفر هم ال و صفر. معنیش چیه؟ معنیش اینه که هم یو هم و در معادله دیفرانسیلمون صفر میکنن. هم یو هم و در معادله دیفرانسیل ما صفر میکنن. یا تو مدل دوم ما که مجموع تقسیم 2 هم جواب بود، میگیم که ال یعنی اگر ای به توان لامدا بله مو آی ایکس در معادلمون صفر کنه، ای به توان لامدا بله مو آی ایکس رو مادیم باز کنیم. میدونید وقتی باز کنید میشه ای به توان چند؟ ای به توان لامدا ایکس در کوسینوس مو ایکس بله با آی در ای به توان لامدا ایکس در سینوس مو ایکس. خب الان نقش یو رو کی داره؟ نقش یو رو همین جو اول یعنی ای به توان لامدا در کوسینوس مو ایکس، پس در معادله صفر میکنه. نقش و رو چیه؟ ای به توان لامدا ایکس در سینوس مو ایکس، این هم در معادله صفر میکنه. پس هر جفتشون در معادله صفر. پس یعنی چی؟ یعنی اگه اون بالای صفر کردن معنی اینم صفر میکنه.
پس بدیهیه هم ای به توان لامدا ایکس کوسینوس مو ایکس توش صفر میکنه، هم توان لامدا ایکس در سینوس مو ایکس هم صفر میکنه. خب همینجا اگر ب صفر باشه یعنی ضریب ایگرگ پریم صفر باشه، وقت لامدا صفر میشه، در نتیجه فقط جوابامون سینوس مو ایکس و کوسینوس مو ایکس میشن که الان دیدیم اینو. بذاریم مثال بزنیم. من نگاه کن، ایگرگ زگون به علاوه ایگرگ مساوی صفر، ایگرگ زگون به علاوه ایگرگ مساوی با صفر. این تیکه فقط اینجاست. خب معلومه دیگه، پس در واقع R1 و R2 تون میشه مثبت منفی آی دیگه، چون R2 میشه رادیکال منهای یک. در واقع جواب آرتون میشه رادیکال منهای یک، یعنی مثبت منفی آی. وقتی اینطوریه یعنی قسمت حقیقی ما لامدا صفره. وقتی لامدا صفره یعنی معادلتون اینجا چی هست؟ بیش صفر شد. وقتی ب صفر باشه پس جوابتون فقط ایک میشه 3 کوسینوس ایکس به علاوه 3 2 سینوس ایکس. دقت بکنید که همه این حرفایی که اینجا داریم میزنیم برای مراتب بالاتر هم معتبر است. عیناً همین ها برای مرتبه 2، مرتبه 3 و الی آخر معتبره. ما اونجا مثلا تو مرتبه 3 باید 3 تا آر پیدا بکنیم. عین همون معادل مفسر نوشته میشه، ریشه هاش رو پیدا میکنیم و بعد عین همون اگه ریشه مضاعف داشته باشه مثل این همین حالتایی که اینجا براتون بحث کردیم، اگه مختلط باشد به این صورت و الی آخر عمل خواهیم کرد. مثال، خب ایگرگ زگند به علاوه 4 ایگرگ پریم به علاوه 7 ایگرگ مساوی 0. خب بدیه که ریشه ها مختلط هستن، جواب میشه ریشه های معادل مفسر. معادل مفسر ما گفتیم دیگه میشه R2 بر اساس این معادله میشه R2 به علاوه 4R به علاوه 7 مساوی 0. مدل مرتبه معادله 2 هست. و بالاخره وقتی حل بکنید اون رو از راه معادله درجه 2 R1 و R2 تون میشه منهای 2 به علاوه یا منهای رادیکال 3i. پس جواب نهاییتون طبق فرمولای بالا که همین الان گفتیم ایگرگ خواهد شد 3 1 ای به توان 2x منهای 2x کوسینوس رادیکال 3x به علاوه 3 2 ای به توان منهای 2x سینوس رادیکال 3x. خب در این حالت توضیح یک رو دقت کنید. میخوایم توضیح بدیم که میتونیم جوابا رو تو این حالت به صورت سینوس یا کوسینوس هم بیان کنیم. خب یه لامدا داشتیم دیگه، پس در واقع میشه چون لامدا در واقع جواب داریم کلی حل میکنیم. ایگرگ مساوی ای به توان لامدا ایکس در 3 1 کوسینوس مو ایکس به علاوه 3 2 سینوس مو ایکس. چون لامدا تکراریه و لامدا در واقع یه دونه لامدا مشترک هست، این به دست اومد. ای به توان لامدا ایکس بر این ضرایب تقسیم کنیم و معادله رو به این صورت بیان بکنیم و خلاصه ایگرگ رو به این صورت هم بنویسیم. هیچ فرقی نمیکنه، حالا به هر صورت که دلمون بخواد میتونیم بیان کنیم. به فرم سینوس یا کوسینوس بنویسیم، به فرم ای به توان بنویسیم، به فرم هیپربولیک بنویسیم. اینها چیزایی که میتونیم به صورت مستقل در بیاریم. پس ما تا اینجا توضیح دادیم که برای هر سوالتمون میخوایم ادعا کنیم که تو توضیح 2 ادعا کنیم که همه حرفایی که زدیم برای وقتی که آ و ب و س یعنی ضرایب اون معادله دیفرانسیلتون مختلط هم باشد باز معتبر است، برقرار است. یعنی چی؟ یعنی اگه ضرایب معادله مختلط باشه، قضایای وجود، یکتایی، رانسکی، استقلال خطی همشون برقرارن. بذار یه نمونه حل کن. این معادله عمل کن. ضریبش مختلط. یعنی داریم ایگرگ زگنده به علاوه آی ایگرگ مساوی 0.
در نتیجه R2 به علاوه I میشه 0. یعنی R میشه مثبت منفی I. خب I رو که ریشه بگیریم، رادیکال منهای I میدونید این رابطه به دست میاد. در این رابطه رادیکال منهای I به دست میاد. کا از 0 تا n منهای 1 است. اینا تو ریاضی خوندید. چه فقط فرمول نوشتیم که یادآوری بشه براتون. و در واقع وقتی که جواب رو پیدا کردید دو تا z در میاد. z میشه منهای یکیش، z میشه 1، z میشه منهای آی که قدر مطلق z 1 و تتاش هم سپی دوم. خب وقتی تتا سپی دوم در اومد میتونیم توی فرموله قرارشون بدیم. پس ما به این صورت جواب به اصطلاح چون رادیکال منهای 1 شد، پس میتونه جواب ما به این صورت در بیاد. پس R1 مون وقتی که 0 بذاریم و R2 مون وقتی که 1 بذاریم. پس R مون این هست. R2 مون به این صورت خواهد بود. یعنی تو رابطه بالا یه بار کار رو 0 گذاشتیم، یه بار کار رو 1 گذاشتیم. دو تا R1 و R2 پیدا کردیم. و در نتیجه جواب نمونه گفتیم میشه 3 1 ای به توان R1 به علاوه 3 2 ای به توان R2. پس رادیکال منهای 1 رو که پیدا کردیم، ریشش که به دست اومد به ازای کاموسای 0 و 1 قرار میدیم. دو تا ریشه پیدا میکنه R1 و R2. اینا همونن که توی جواب عمومی معادله به کار میرن. خب خلاصه همه مطالبی که گفتیم رو با هم اینجا ما خدمتون بگیم. خلاصه کردیم، دقت بکنید. خلاصه این جدول معادلمون به فرم آی سگند به علاوه بی پریم به علاوه 3 مساوی 0 هستش. معادل مفسر رو تشکیل میدیم. آر2 به علاوه بی آر به علاوه سی مساوی 0. دو تا جواب داریم که ایگرگ مساوی 3 1 ایگرگ 1 به علاوه 3 2 ایگرگ 2 هست که ایگرگ 1 و ایگرگ 2 بسته به حالات زیر، بسته به حالتی که آر چه جوابهایی داره به صورت زیر میشه. پس ای مساوی 3 1 ایگرگ 1 به علاوه 3 2 ایگرگ 2 که گفتم ایگرگ 1 و ایگرگ 2 رو بسته به آر پیدا میکنه. دقت کنید. حالت اول وقتی که دلتا بزرگتر از 0 باشد، یعنی دو تا جواب R1 و R2 حقیقی داریم. خب پس ایگرگ 1 میشه ای به توان R1x، ایگرگ 2 میشه ای به توان R2x. حالت خاصی که ب هم مساوی باشه، به 0 نگاه کنید اینجا. به 0 باشه یعنی چی؟ یعنی R2 به علاوه C مساوی 0. پس R میشه مثبت منفی 1. پس R میشه مثبت منفی R1. در این صورت میشه کوسینوس هیپربولیک دیگه، نه و سینوس. پس ایگرگ 1 میشه کوسینوس هیپربولیک R1 و ایگرگ 2 میشه سینوس هیپربولیک R1x. یا به این صورت هم نمایش که ایگرگ 1 و 2 جفتشون یه بار مثبت یه بار منفی میشه ای به توان مثلا مثبت R1x و ای به توان منهای R1x. این دوتا میشن جوابهای اول و دوم و جواب نهایی میشه ترکیب خطی از این دوتا. دوم وقتیه که دلتا 0 باشه و R1 با R2 برابره، پس R1 و R1 داریم. درجه اگه یادتون باشه حسابیم ایگرگ 1 شد ای به توان R1x و ایگرگ دونه x توی اون ضرب بشه. پس اگه ریشه مضاعف ما، حالا فکر کنید مرتبه معادله از درجه 2 شد 3. اگه شد 3 اون وقت ایگرگ 3 شما x2 ای به توان R1x بازم جوابه. پس اگر مثلا معادلتون شد R منهای R1 به توان 3، یعنی 3 بار اون ریشه تکرار شد، جواب سومتون x2 ای به توان
2 هم R1X هم بازم جواب. اگه مرتبه 4 بشه، درجه 4 بشه، تو معادلات مرتبه بالاتر. خب پس هم ای به توان R1X هم X ای به توان R2X هم X2 ای به توان R2X R1X هم Y3 هم به اصطلاح یا Y3 شد X2 و Y4 هم میشه X3 ای به توان R1X. بسته به توانمون که 4 باشه، 3 باشه، 10 باشه، هر چی میخواید شما یه دونه X توی اون باید ضرب کنید. توان 3 X2 ضرب میشه و الی آخر. و بالاخره حالتی که دلتا کوچکتر از 0 باشه و یا این معادله ریشه حقیقی نداره و ریشهش موهومیه. حالت که ریشه موهومیه Y1 میشه ای به توان لامدا X کوسینوس مو X و Y2 میشه ای به توان لامدا X سینوس مو X. این جوابای اساسی هستن که میتونیم بگیم جواب نهاییمون ترکیب خطی از این دو جواب خواهد بود. حالت خاص بی هم 0 باشه، خب معلومه دیگه اونجا لامدا نداریم دیگه. پس در جواب ما خواهد شد ای به توان، جواب ما خواهد شد مثبت منفی لامدا آی، یعنی R1 R2 میشه فقط مثبت منفی مو آی، لامدا 0 دیگه. درجه ای رو دیگه نداریم. Y1 میشه کوسینوس مو X و Y2 هم میشه سینوس مو X، چون لامدا 0 دیگه. 0 رو بذارید این جواب ما خواهد بود، یا جواب نهایی هم میشه ترکیب خطی این Y1 و این Y2. این میشه کل مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبه 2 خطی همگن با ضریب ثابت.